آره حاجی منم این هفته دانشگاه سرویس شدیم خودمون که چیه پسرم از همکلاسیمون گیر داده بود من با دختر دوست بود اومده بودی رفته با هم رفته بودیم بیا مثلا اینکه گفت خیانت کرده بهمون دخترش خیانت کرده جوزیه دیگه خودش گفت ویدیو داره میگیره. سلام بچه‌ها. سلام چطورین چه خبرها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه پادکست دیگه از نایت گایز و اینکه مثل همیشه جیکستون پیکس چه خبرها؟ نمیتونم بگم چه خبره یا نه بچه‌ها که نمیتونم بگم بچه‌ها تو کامنت میتونن بنویسن بعد از اینکه ساب کردن لایک کردن اینستا هامونو فالو کردن. اینستاگراممون اینجاست، اینستاگرام محمد هم هست بچه‌ها، ادی جون عزیزم. آره بعد میتونید تو کامنت ها بنویسین که شما چه خبره. تو چه خبره؟ هیچ منم خوبم داشتم برای تعریف میکردم همینجوری شده بود یه ذره این خیانته اصلا چیز عجیبی از کجا میاد لعنتی از کجا میاد؟ از اینکه تو به یه نفر اعتماد زیاد داری دیگه، یعنی زمانی که بر خودت یه سری چیزا نذاری چی میگم بهش لیمیت نذاری آره همون دوست داشتن و عشق عاشقی و نمیاد دیگه یه ذره زیر من زیاد کنم کلام آدیش. خب تو چه خبر؟ من چه خبر؟ چی اصلا ذهنم درگیر شد گفتی خیانت کرده دختره داشت. راجع به همین صحبت کنیم می‌سری. راجع به عشق، خیانت، ویدیوی آتیشی. حاجی واقعا عشق چیه اصلا؟ کثافت. اصلا عجیبه. ببین دو تا فاکتور جدا از هم خب یکی عشق یکی دوست داشتن. خب بیا راجع به جفتش صحبت کنیم با هم دیگه. خب تو عشقو چی تعریف میکنی؟ واسه دوست داشتن که اوکی من یه نفر رو دوست دارم الان باهاش حال میکنم دوستش دارم ممکنه باش برم تو رابطه ولی عشق چیه؟ خیلی به این کلمه بار زیادی داده شده. به نظر من آره خیلی زیاد. به نظر من عشق یعنی که اولویت اولت اون شخص مقابل رو هر کی که میخواد باشه اون طرف باشه بعد خودت، یعنی تو سنگ ترازو وقتی هم میذاریم جفتتونو تو اونو بیشتر از خودت دوست داشته باشی. به نظر من یه لول از دوست داشتن بیشتر دیگه. دوست داشتن آجی اصلا دوست داشتنی وجود نداره، یا عاشقی یا وابستگی. واقعا یه پست داشتم میدیدم طرف زیرش نوشته بود دقیقاً درباره عشق داشتن صحبت میکردن، یکی درباره عشق مثلا چیز میکرد فوق چه چیز قشنگ، یکی زیر دقیقاً دو تا کامنت پایینترش نوشته بود چیزی به نام عشق وجود نداره فقط لحظه های عاشقانه وجود داره. عشق وجود داره ولی حاجی دوست داشتن به نظر من یعنی بیشتر دوست داشتنی وجود نداره، یا عشق عاشق یه چیزی یاد دل یا اینکه وابسته شی انقدر هر روز برات تکراری شده که وای الان بلند شم به طرف پیام بدم وای الان بهم نگفته باشه صبح بخیر صبح بخیر گفتن اینطوری باشه نمیشه که آدم مثلا یه نفر رو دوست داری با هم اوکی میشین وارد رابطه میشه خب عاشقش نیستی اما اول که دوستش داری وابسته‌ش هم نیستی دوستش نداری اولش دوستش تو چجوری میشه یه نفر رو وقتی که میبینی اوکی چجوری آشنا میشی؟ خب اوکی با یه نفر وارد رابطه میشه خب میشه مثلا میشه وابستگی توی پارتی میبینی شوشو وابستگی نمیتونی همون روزی که تو پارتی ببینیش بگی وای من اینو دوست دارم صحبت میکنی دوباره میریم بیرون یه دیتی میشه وابستگی، یعنی تو یه چیزی رو طبق منوال دیدی و دلت میخواد که خب داشته باشیش دیگه. یعنی تو میگی اینجا دوست داشتنی آره بعدش ممکن تبدیل به عشق بشه. خب خود عشق چی میدونی؟ همین که فقط اولویتت باشه، برات اهمیت داشته باشه، ارزش قائل باشی. ببین تو عشق یه سری به نظر من لیمیت فکر کنم بهش میگن، یه سری داشت زدی به نظر من باید چیز باشه، یعنی که تو احترام بذاری به قدر کافی و اونم احترام بذاره و یه سری چیزا باعث عاشق شدن در زمان میشه. خب چطوری به وجود میاد این عشق؟ یعنی که تو میگی که از خوردن گرمی زیاد اوکی حالا به تعریف تو میریم جلو، من نظر خودم بعدش میگم. تو میگی که من الان به یک نفر وابسته میشم طی اتفاقایی که میفته، طی مثلا اینتراکشن هایی که با هم دیگه داریم در طول مثلا یه مدتی، بعد با هم وارد رابطه میشیم، بعد حالا این رابطه درست پیش میره تو مسیر سالم پیش میره، باز دارم دستمو اینطوری میکنم بعد کم کم یهو میبینی که عاشقش شدی. کم کم یهو میبینی که عاشقش شدی اصلا دست خودت نیست آخه. یهو عاشقش شدی دیگه. آره یه دفعه
چه عجیب. تو چیه نظره؟ من کلا اصلا سیستمم فرق داره با این موضوع. 4-4-2 من نه 4-2-2 دفاعی چیه؟ دفاعی. به نظر من عشق یه چیز عجیبیه. خب یه اصلا فکرم بچه پشت صحنه دارن دوربین رو میبرن با خودش. پشمام ریخت. خب نظر من عشق چیز عجیبیه. چرا چیز عجیبیه؟ من اون وابستگی که تو میگی رو تو مراحل جلوتر میبینم. یعنی اینکه من اول دوست داشتن رو میبینم، یعنی که تو این نفر رو دوست داری، باش حال میکنی، خب صرفا باش حال میکنی، دوستش داری، بعد باهاش وارد رابطه میشی، این دوست داشتن بیشتر میشه، بعد وابستگی ایجاد میشه. از نظر چجوری میشه دوست داشتن قبل رابطه باشه؟ یزید من دوست داشتن یعنی که کراش میزنی، اصلا کراش فرق داره. ببین دوست داشتن نه حاجی دوست داشتن یعنی که دختر رو میبینی مثلا مثال میزنم از تیپش خوشت میاد، از قیافش خوشت میاد، خب دوستش ندارم، حال میکنم باش، خوشت میاد، خب این خوش اومدن و پکیجش جمع نه ببین پکیج جمع شده که باعث دوست داشتن میشه اخلاق خوب، رفتار خوب، شبیه بودن یه سری از مسائل به هم و یه رابطه درست. وگرنه اینکه مثلا خب اوکی من یکی خوشم آمد بعد پسر بود چی نمیشه دوستش داشته؟ چرا پسرام میشه دوستش؟ من تو رو خیلی دوست دارم. نه ولی اون عاطفیه رو دارم میگم، نه دوست داشتنه. تعریفامون یکم اینجا فرق میکنه. بعد این مراحل برای من عشق تعریف میشه، یعنی اون زمانی که بازم واسه من فرق میکنه معنی عشق، یعنی که خیلی چیز پیچیده تریه، نمیتونم بیانش کنم عشق. آره و احساس میکنم چیز محدودیه توی زندگی، خیلی چیز محدوده. یعنی که شاید چند بار آدم خیلی تعداد دفعات کمی عاشق بشه، یا شاید اصلا یک نفر این حسی که من میگم هیچ وقت تو زندگیش نتونه درک کنه. آره ولی به نظر من عشق یک بار نیست. قطعا همینطوره. یه موضوع اتفاقا هی تو گوشی دارم میزنم صفحش خاموش نشه، می‌خواستم بهت بگم. امیر پارسا نژاد توی اینستاگرامش دقیقاً چند وقت پیش یه رشته استوری گذاشت درباره عشق، درباره این که خب تو هم قبول داری که عشق یه بار نیست. آره قطعا. یه تعدادی حالا آدم عاشق میشه، برای هر کس توضیحاتش فرق میکنه و اینکه خیلی امیر پارسا هم سر این بود که ببینم مثلا عشق چطوریه، عشق اول چیه، عشق دوم چیه، فلسفه‌ای درباره عشق دوم خیلی درست کردن و اینکه یه بررسی جالب کردن، 2000 تا آدم آوردن و به صورت میدانی ازشون اطلاعات جمع کردن، باشون مصاحبه کردن، اطلاعات گرفتن تا اینکه ببینن داستان عشق چیه. یه دیالوگ قشنگی اتفاقا امیر پارسا گفت توی استوریاش، یه دیالوگ بهرام رادان توی فیلم پل چوبی آره که درباره اینه که مضمونش 15 سال بعد بگذره که آدم بفهمه یه بار 15 سال بعد بگذره که بفهمه یه بار شایم گذاشته تو آهنگ نمیدونستم. بعد این مثلا با آهنگ شایی اون تیکه بیشتر معروف شد تا بهرام آره. بعد این مظنون میشه اونی که دنبالشن، مظنونن بهش. خب دنبالشیم دیگه مضمونه این. حالا یه کلمه دیگه استفاده از یه چیزیش اینه که عشق یه باره. خب در صورتی که این آدمایی که باشون مصاحبه کردن گفتن که به صورت میانگین اکثرشون گفتن که ما 2 بار عشق تو زندگیمون پیدا کردیم و احساسش کردیم، که باز اونا خیلی دسته‌بندی متفاوتی داشتن. یه عده بودن که اصلا گفتن بعد بار اول دیگه بهترین گزینه‌ای که پیش رومون بود و مثلا باهاش اوکی شدیم، با فکر اینکه شاید بعدی‌ها از این بدتر باشه. خیلی‌ها مثلا این ایده رو داشتن و اینکه خیلی‌ها اینطوری بودن که باید مثلا جدی بگیریمش، مثلا یا کیس مناسبی پیدا می‌کنیم، شاید مثلا هیچ کس دیگه نتونه مثل این بشه، همین داستان. و خیلی هم جدی نمی گرفتنش، خیلی هم میگفتن که وای همون یه بار دیگه تموم شد، نابود شدیم. خیلی ها به این فکر فرو میرفتن که نکنه اون اولی اصلا عشق نبود، اون چیزی که من داشتم تجربه میکردم. و اینکه خودشون هم نمیدونستن دارن چی کار میکنن، گیج شده بودن. و یه سری آمار عجیب تو اینا بود.
از هر 7 نفرشون 1 نفر گفته که پارتنر فعلیش عشق زندگیش نیست و مطمئنه که عشق زندگیش نیست و نمیشه. اون 6 دیگه هم پارتنرشون کنارشون بودن احتمالاً حرف بزن. آره و 17 این خیلی دل منو لرزوند. 17% گفته بودن که اون کسی که به عنوان عشق زندگیشون میدونن دیگه دیره برای رسیدن بهش، یا اون فرد از دست داده بودن یا اینکه اون فرد توی یه رابطه با یه نفر دیگه و اینکه دیگه دیر بود برای اینکه بهش برسن. و خیلی عجیب بود. 17% 2000 نفر واقعا میشه چرا 340 نفر. آره دیگه کاش مرده باشه حداقل طرف بالت بره با یکی دیگه بمیره راحت شه حداقل یه مدت. آقا من یه چیزی الان بگم وسط ویدیو، این دوتا رو چرا اشتباه گذاشتی جاشو؟ یعنی چی؟ این دوتا چسبیده بودم با تو ویدیو قبلی. همینطوری. آره تقصیر این آقا، اگه این شکلیه تقصیر این آقا. من موز میخوام. توش موزه ماما موز. خب و اینکه چیز جالب دیگه ای که بود ساعت 2:42 صبح. عالیه. خب و اینکه چکیده نهاییش این بود که خیلی هم معتقد بودن که باز عاشق میشن به جز بار اول. بچه‌ها حواسشون باشه به دوربین. خیلی معتقد بودن که عاشق میشن ولی نوع عشق فرق میکنه. دقیقاً من اینو قبول دارم. یعنی اینکه چیزایی که میخوان از اون رابطه تفکراتشون از عشق اصلا شاید تغییر کرده و کلا یه جور رشد شخصیتی و رشد فردی بود. دقیقاً درسته. من زمان خیلی درسته، این حرف درسته. بعد خب الان تو مثلا عشق زندگی تو پیدا کردی، بیام از اصلا امیرپارسا بیرون، تو الان عشق زندگی تو پیدا کردی، چطوری میشه این عشق فکرم سوالیه آجیه این عشق این رابطه رو حفظش کرد؟ ببین اول من چیز بهت بگم، عشق به نظرت یک مدله؟ نه به نظر منم عشق خیلی مثلا عشقی که آدم مثلا به مادرش، به پدرش، به خواهر برادرش یا اینا داره خیلی فرق داره تا اینکه مثلا با دختر. خب ولی این مثلا با عشقی که نسبت به چه آبی بازم فرق داره. عشقی که نسبت به پدرم دارم فرق داره، عشقی که نسبت به مامانم دارم. آره دقیقاً خیلی فرق. نسبت به پارتنرم دارم فرق داره. آره دلم واسه مامان. دوباره تو میخوای واسه حرف زدن؟ چه فازی واسه حرف زدن چیزی میخوری؟ گلوم خوش. خب تایم بندیش کنی قبلش بخوری یا بعد. دلم واسه مامان تعیین شده جی. دوستتون دارم زیاد. میدونم دارم ویدیو رو میبینم. خیلی دوستتون دارم. آره فقط بیرون پیش. آره زیاد طول میکشم دیگه. ببین بذار داشته چی بگم الان گفتیم فردا بلیط میگیرم. آره ببین یه چیزی من بهت بگم، به نظر من حتی اگه عاشق نفرم هستی نباید نشون بدی که عاشقشی بیش از حد. چرا؟ به نظر من اینجوریه، یعنی آدما لیاقت دوست داشتن ندارم به نظرم. نه اینکه دوست داشتن یا عشق، این عشق دوست داشتن ندارم، همشون لیاقت دوست داشتن ندارم. لیاقت عشق و اینکه بدونی وای مثلا طرف فلانه رو نه هیچ کس نداره. اون عشق زندگی نیست. آره دیگه نه. چرا الان دیگه جوری شده که تو اولویت تو میتونی حواست بهش باشه که بلایی سرت نره. دور زمونه اینجوری شده. اون رابطه تاکسیکی میشه وقتی اون عشق زندگی توه ولی تو عشق زندگی اون نمیشه اصلا. عاشق رابطه‌های تاکسیکم. بچهای تاکسیک آره رو گذاشته بودیم یکم رفتن. ولی خب ببین بچهای پستاندم دارن دعوا میکنن، بریم جداشون کنیم مثلا دیگه. ولی خب تاکسیک این رابطه دیگه، یعنی اینکه تعریفت از عشق اینه که اوکی من اولویتمو چیکار داری می‌کنی؟ خواستم حرف اوکی واسمنم بنویس. رابطه تاکسیک اینه که تو مثلا اولویتت الان اونه ولی اون اولویتش تو نیستی. خب این وسط دیگه این واقعا رابطه این نه این واسه زمانی ببخشید درست داری حرفو میزنی. من زمانی این حرفو زدم که طرف بهت نشون نمیده که اتفاق. ببین اگه دو طرفه نباشه این داستان کلا خب اون رابطه به درد نمیخوره. آره داستان خیلی غم انگیزه. آره ولی اگه نه دو طرفه است به نظر من این که اگه بروتون آوردن بروشون بیارید، بروتون نیاوردن اصلا حساب. سوال من ولی جواب ندادی. چیو؟ چطوری حفظ کنی اون رابطه رو؟ اون که الان فکر کن پارتنر رویایی تو پیدا کردی، بچهای تنظیم نور. آره. پارتنر رویایی تو الان فکر کن پیدا کردی. خب و اینکه یه رابطه خیلی خوب داری باش، الان می‌خوای این رابطه رو حفظ کنی، چه چیزایی توش نیازه تو این رابطه؟
تو این رابطه وفاداری درست، نه وفاداری که همینجوری فقط باشید با هم. احترام گذاشتن خیلی چیز مهمیه. احترام بذارید به هم دیگه. به نظر من این مشاور خانواده است. بستگی داره، تو هر رابطه‌ای فرق داره حاجی. باز یه چیز ثابته به مثلا. نظر من قوی ترین چیزی که رابطه رو نگه می‌داره صداقت و احترام. همین دوتا. آره این دوتا باشه بقیه چیزا درست چه میشه. میلادی مگه داری زندگی میکنی؟ چی باشه مثلا؟ داشت یه هیجان وارد رابطه 40 سانت حالت تناسلی داشته باشه. داشت حالا چه خب چی بس داریم؟ 39 و نیم مثلا. نه دیگه این دوتا باشه اون ستونای اصلی هن. این دوتا باشه ستونهای اصلی. ستون ترس. من مخالفت نمی کنم با موافقت میکنم. 40 سانت خطرناک شده. اینطور که خودش ما داریم اینجوری صحبت میکنیم دقیقا بر نیست که. خب آره بعد چی باعث بذار من یه سوال ازت بپرسم. تو خیلی سوال میپرسی انگار مهمونم تو هر سری میام اینجا فلان. من بذار من یه سوال بپرسم. میزبان باشم. به نظرت نه بذار من این یه دونه خیلی مهمه. چه جوری یک خیانت شکل میگیره؟ من میخوام برگردیم به اون داستان اصلی که خب حالا سوالتو با سوال جواب بدم. تا حالا بهت خیانت شده یا خیانت کردی؟ خیانت کردم ولی خیانت نشده. ببین آخه اینم دوباره داستان داره. خیانتی نمیشه که حاجی طرفو مثلا یه جا با یکی ببینیش. خیلی کارهایی که تو روزمره ما یا اتفاق عادیه الان خیانت حساب میشه. چی مثلا؟ چی و خیانت؟ تو میشه صحبت کنی تا اگه آدم بیاد. دارم فکر میکنم، دارم میچینم تو ذهنم که چون ببین مثلا اینکه دروغ بگی میشه خیانت. اینکه مثلا پنهان کردن خودش اینو خیانته. حالا مثلا بگی وای اینو نگفتم دیگه، حالا دروغ که نگفتم ولی خب این نگفتن خودش خیانت. خب بازم اون داستان داره. بعضی موقع یه سری چیزا رو آدم نمیگه واسه حفظ رابطش، نه اینکه مثلا یه داستانی باشه. وقتی رابطه دو نفر است همه چیتون با هم یکیه، چه خوبیاتون چه بدیاتون. و وقتی اتفاق بد میفته تو موظفی به طرف بگی، اتفاق خوبم میفته موظفی به طرف بگی. و اگه یه سری اتفاقات میفته این وسط که به هم نمیگید اون عشق نیست، اون همون وابستگی است که من گفتم. اون همه حرف زدم که به این برسم که منظورم وابستگی اینه که من بگم که تو هم جواب. خب بذار کم اذیتت کنم. چرا خیانت کردی؟ چون که بچه بودی؟ بچگی آره، ولی بچگی دلیل بر یعنی دلیل خوبی نیست. الانم پاش بده خیانت میکنی؟ نه پا بده که الان حاجی اصلا خیانت دیگه یه سنی بعد برات میشه مثل مسخره بازی. تو هرچی بیشتر یه با یه نفر باشه خیلی الان تو این دوره زمانه خیلی جذاب تره تا اینکه وای با این باشه. قدیم حاجی آخه کثافت کاری بود دیگه. تو مثلا ما 5 تا دختر حرف نمیزدیم میگفتم وای پسر رو نگاه. ما هم تو این دوره زمانه زندگی کردیم. الان اینجوریه که نه نکردم برگردیم عقب. من دارم راجع به پسرا صحبت میکنم. درست. ولی الان اینجوریه که با یه نفر باشی خیلی قشنگ‌تره. بتونی یه نفر رو هندل کنی دیگه نمیشه اصلا 5 نفر رو هندل کرد. داداش ما هزینه ها اصلا. آره یه دونه. خب الان تو فکر کن توی رابطه ای؟ فکر کنم نمیتونم توی رابطه باشم. خب بعد اون بهت خیانت میکنه. خب تو ریاکشنت نسبت به این اتفاق چیه؟ میفهمی که داره بهت خیانت میکنه؟ مادرشو بعد خودش اگه تو نفهمی. نه شوخی کردم اینو. خدا شکر بو بذار. مامانش میاد کامنت میذاره. آره با من چیکار؟ ولی نه اینکه چی پرسیدی؟ تو هم یادت رفت؟ خیانت کرده. آره خیانت کرده. ببین من سعی میکنم که اول بفهمونم بهش که فهمیدم ولی به رود نمیارم و تو همون رابطه اذیتش میکنم. یعنی انقدر نگرش میدارم تو رابطه تا خیانت نمیکنم، به روش دیگه اذیتش میکنم. مدل‌های دیگه. خب خیانت کردن ها چی؟ یعنی تو خیلی آدم لو لولی هستی.
الان خودشو داره رسم میکنه. آره بعد نمیفهمی بهت خیانت کرده طرف، خب خودش میاد بهت میگه این اتفاق افتاده، حالا هرچی مثلا پارتی بودیم درینک زدم مست بودم فلان بودم این خب خیلی پشیمونم من این اتفاق، یعنی خودش بیاد بهت بگه تو نفهمی و اینکه خیلی ابراز پریشونی تو کسی رو باشی بری فرداش دادگاه بگی که من نکشتم حواسم نبود، اصلا فرق نه. تو وقتی عاشق یه نفر باشی دلتو به اون داده باشی یعنی که دلمو به یک کتابم از خوب نه جدی اینکه چیز باشه، اینکه عاشقش باشی واسه همین عاشقیه فرق داره. وقتی عاشقش باشی و بعدش بری بهش بگی که اصلا اوج کثافت کاریه، چقدر یه آدم میتونه بیشعور باشه که بعدش بره تازه بگه ببخشید من شرط خاص در نظر بگیر. یارو مثلا یه شب مثلا خیلی مست بوده نمیفهمیده داره چی کار میکنه، تو خیانت، تو فکر کنم خیانت و چیز فقط داریم مد نظر نه میگیره. اونو دارم میگم، یارو اصلا آدم اوکیه تو رابطه همه چیز مثلا حد و مرزا رو میدونه اینا، یهو مثلا یه جا اوکی انسان جا اشتباه داره. اگه اینجوری که تو داری میگی اینجوری که تو داری میگی آره میشه باش صحبت کرد و دلیلشو پرسید، ولی نه اینکه یارو خیانتی که تو میگی من مثلا احساس میکنم بره پیش طرف مثلا اینجوری اونجوری اون دیگه خیلی پروه بیاد دیگه آره من همین دیشب چی داری میگی از چرا باید این کارو از قرقودی آره از قرقودی میاد کامنت میذاری ناراحت شده از دستم. این مارک این قهوه رو بگو بنویسه نخورید کثافت حاجی، آب بخورین آب چه مزه یا آخه این چیز ادیتور مارکو من ندارم تبلیغ نشه. عرق تو مهمونی ها دیدید؟ سجی تو مهمونی ها سیره میز عرق در میارم بیاد پرد کنم بطریو کسی که نمیبینه. به خدا ولی خیانت نکنید، خیانت هم میکنید سعی کنید نفهمن حاجی، زایه خیانت نکنید. به به موز بنداز میمون درختی باشه داشت به میکروفون نزنی. خب وسطش که موز نمیتونیم بخوریم، بس بیا با موز بخوریم صحبت کنیم. موز بخوری صحبت کنیم. آره داداش چیز بدی نیست که انسان ها موز میخورن دیگه، البته میمون هم موز میخورن ولی انسان هم موز. خب چی دیگه داشتیم میگفتیم؟ خب تو یکم برام تعریف میکنی چیو؟ اول صحبت کردی کنجکاو شدم چه چیزایی رو خیانت میدونید؟ ببین به نظر من مثلا اینکه رسیده موزش آره اونجا نذار زشت وسط دستی بچه اینو داشته باش. اینکه چیزایی بدونی نگی به طرف خیانته به نظر من. اینکه تو گوشیت یه سری چیزا داشته باشی که نخوای ببینی، حالا دلیل برای نمیشه که طرف چکت کنه یا نکنه، میخواد جنگل اون دلیل برای نمیشه، یعنی خیانت حساب میشه به نظر من. چیکار داری میکنی تا اماز؟ بچه ها هیجاناتشون گل کردن. خب دیگه چی مثلا خیانت میشه؟ همین میگه تو مثلا داری تو گوشی پارتنرت میگردی نمیگردم داده مثلا داره عکس بهت نشون میده خب مثلا بعد یه مثلا یه نوتیو میاد کنجکاو میشی آقا مثلا فلانی پیام داده کنجکاو میشی، بعد میخوای بری پیامشو بخونی یهو پارتنرت مقاومت کنه نذاره بری تو صفحه چتش، نمیگم گیر باشه انقدر شکش کنی یهو این رندوم این اتفاق افتاده، خب اینم خیانته به نظرت؟ یعنی آدز اینو میتونه بده که خیانتی داره رخ میده؟ نیفتاده تا الان اتفاق برام، ولی آره احتمالش هست، هر چیزی احتمال خیانت داره، حواست به همه چی باشه. آره بابا چرا نه اینکه خیانت نباید دلیل آجی، شاید میخواد سورپرایزت کنه مثلا نمیخواد بفهمی، فکر کن مثلا بر دعوا میکنی کات میکنی فلان، فرداش میگم مثلا امروز تولدت بود میخواستم برات فلان کادو رو بخرم. خیلی بده یا مثلا شانس ما پورش آره بگیره ماکانی نه بابا چی چرت داریم. آره بابا ما بگیریم. بذار من یه چیز ازت بپرسم، عاشق شدی تا حالا؟ مهران مدیری هستم بچه. آره عاشق خودم صحبت تو این کار مسخره جدی. آره جدی ها جدی. خب آره ادامه بدم. توضیحات پس توضیحات نه چه توضیحاتی عزیز؟ اونشو بعدن کار دارم با. ای بابا بعد شد که من و محمد ادیتور دوست داشتنیمون با هم کانکتیم، یه سری چیزا داداشم این دوستت دارم. من میترسم. خب برو. خب آها یه چیز اینو بگم رسید،
استوری گذاشتیم قبل ویدیو خسته شدم تموم نشد. استوری گذاشتیم گفتیم موضوع پادکست اینه خیانت و عشق و اینا. بعد یه سری مثلا گفتیم که بچه‌ها بنویسن واسمون نمیدونم سوالی موضوع جذابی خاطره چیزی. ریاکشنای عجیبی گرفتم. مثلا طرف اومده دایرکت فوش داره میده که فلان شده به ما داشت بهم پیام دوستم بود میگم دارم واسه چی با به فوش بده فلان شده نمیدونم چی بود آهان خب داری خاطرات گوهمون رو یادمون میندازی بابا یزید. نه دیگه ما داریم اینا رو میگیم که محتوا درست کنیم. نه حالا جدا از محتوا یه سری از چیزا رو یه سری از تجربه ها و نظراتی که آدم داره شاید تو زندگی یه نفر دیگه یه اتفاق کوچیک حالا نمیگم یه رو طرف صبح بلند شه بگه وای از امروز من به خاطر دیدن نایتگاه زندگی نه ولی همین که طرف بدونه که آقا اوکی وقتی من الان دارم این کارو میکنم خیانته و نکنه اون کارو ما کارمونو کردیم آجی دم گرم ولی این منو سرویس کرد بدش کن بذار خاموش چی خاموشش کنم؟ نه نکن همینجوری خوش باشه خاموش میشه آره خوش خاموش میشه شانس ما یه آتیشه میره اینجا ستاپ آره نگاه میریم. بعد چیزای دیگه که نوشته بودن یکی یه سوال جالب ازم پرسید نوشته بود که به نظر تو این دور و زمونه میشه مثلا رابطه‌ای باشه که 50 سال دووم بیاره و تو این 50 سال وفاداری باشه؟ من نمیتونم راجع بقیه نظر بدم ولی از دیدگاه خودم و افکاری که خودم دارم بله خیلی نسل ما مثلا فکر میکنی توی آره با بچه نسل ما خیلی با وفاتر از قدیمی مثلا بازه 18 تا 20 مثلا 6 7 سال خب تو این بازه فکر میکنی که چند درصدشون مثلا ببین بذار من اولش بهت بگم تو داری میگی 50 سال خب الان سن ازدواج رفته بالاتر و نمیشه اصلا 50 سال طرف بخواد فلان آره خیلی چند درصدشون مثلا از 100% دهه ما چند درصدشون اگه دهه قبل 40% بودن دهه ما 60%. دقیقاً 40% نیست خیلی درصدشون چند درصد مثلا شاید مثلا رو 20 تا 15 ما 2 برابر 30%. آره ولی کمتر از 30-35% نیست. اینا رو ببین من بازم دارم میگم اینا رو نمیگم که صبح به صبح فلان بسارا اصلا من داستانم اینا نیست که به خاطر گرمی که خوردم بخوان عاشقی رو شروع کنم من اونایی دارم میگم که واقعا عاشقن اونا تو دهه ما عشقو بیشتر درک میکنن بیشتر متوجه میشن چون میدونن با چیزهای کوچیک باید خوشحالی بزرگ برای خودشون بسازن و این باعث میشه که کسایی که دارن قدرشو بدونن. بچه‌ها نمیدونم اگه نظرتون با من یکیه لطفاً یه چیزی بنویسید که آره نه لایک میکنن دمشون گرم یه کامنتی بذارید که من بدونم که نظرتون چیه ما بدونیم که نظرتون چیه ولی اگه اینجوری باشه که واقعا عشق باشه در ما خیلی مردترم زنترم. یه سوال چی پرسیده یه نفر یه چیز نوشته بود همین ازت پرسیدم تو حرفا فکر کنم چی؟ که تو یه رابطه ای باشی که بدونی پارتنرت داره بهت خیانت میکنه ولی حالا به هر شرایطی نتونی مثلا از اون رابطه بیای بیرون. هزار تا چیز هم هست مثلا میگم یه رابطه ای هست زیادم داریم تو ایران خانومی که تو این رابطه است از لحاظ مالی وابسته است به این مرد خب و شاید شرایط خانواده‌اش تو همه جای دنیاست شرایط خانواده‌اش طوری ایجاب کنه که اصلا طلاق یه چیز تعریف نشده آره. خب الان این فرد میدونه که داره بهش خیانت میشه نظر اوکی خودش هم خیانت کنه نه حاجی مگه تو رو سگ گاز بگیره گازش میگیری من میگیرم نه جدی بدون شوخی آخه یه سری کارا میگم تو خب من خودم من باید لول خودم رو ببینم من بگم آقا اوکی طرف داره منو با سنگ میزنه اگه منم لولم در سطح اون یارویی که با سنگ بزنمش که اوکی پس من با اون فرقی ندارم اگه سگ منو گاز میگیره منم گازش بگیرم من فرقی با سگ ندارم اینا همون جوریه وقتی اون داره به من خیانت میکنه و من دارم ناراحت میشم منم همون کارو بکنم واقعا از نهایت حاجی
بی‌عقلیه. نمیدونم این کسی که اینو نوشته این کارو کرده یا نه. آره من معذرت میخوام، حتی اگه کردیم آره دیگه من معذرت میخوام که اینو گفتم، ولی حق دارم میزنم، اصلا معذرتم نمیخوام. واقعا دارم درست دارم میگم، چرا معذرت خواهی کنم؟ نه تنها زیبا واقعا بلکه آره. بعد دیگه چی پرسیده بودن؟ چقدر بدخطم من. خودت نمیتونی بخونی خط خودم خودتو؟ نمیتونم چیزی که نوشتم رو بخونم. نوشته که توی یک دیوار سنگی نمیتونم بخونمش، دو تا پنجره اسیر. بیان یکی رو ازت بپرسم. دارم آهنگ میخونم بچه ها بیان کنسرت دیگه چه کار. آره. نوشته که به نظرتون دخترها بیشتر خیانت میکنن یا پسرها؟ دخترها یا پسرها؟ جفتشون به یه اندازه خیانت میکنن. بابا آخه دختر بودن با پسر بودن فرقی با هم نداره، انسانیم ما. و چی بذار حرفمو بزن، خوب سوال میپرسی بذار حرفمو بزنم. آقا اینو میزنم میشم واسه سنا. داریم زحمت بکشیم. ایسو تیشرتم نارنجی. آره بنده خدا سکته میکنه الان. چیکارش داری؟ بعد سوالش ادامه داشت. بعد نوشته که دخترها بیشتر خیانتو میبخشن یا پسرها؟ آفرین، به نکته ظریفی کلوف کردی. ببین فرق عاشقی دخترها با پسرها و خیانت دیدنشون و اتفاقایی که بعدش بیفته به نظر من اینطوریه. میخوام هم از دیدگاه دخترها بگم هم دیدگاه پسرها عاشق که میشن تمام میشه تا 2 ماه بعدش عین خیالشون نیست، اصلا توی دنیای دیگه با دوستاشون اشغال، وای خدا شکرت مثلا تنهایی فلان. دخترها اون 2 ماه سرویس میکنن خودشون، یعنی گریه میکنن هر شب استوری با سرم فلانجا، با همه داروخونه ها آشنا میشن تو اون 1-2 ماهی که داره. سرم یا سرم؟ 3 تا روم. قابلمه یا قابلمه؟ فلاکس یا فلاسک؟ نمیدونم. سوسک یا سوکس؟ سوکس. نظری یا نرزی؟ نرزی. حالا چی داشتم میگم؟ چرا نمیذاری حرفاشو آدم درست بگه؟ پسرها 2 ماه اول آره بعدش برعکس میشه. بعد 2 ماه دختره عین خیالش نیست، پسره شروع میکنه به اینکه وای این فلانه این. بعد بیشترین سوال مشترک پسرها بعد از این اتفاق هم اینه که میخوان بدونن عاشق طرف بودن یا وابسته‌اش بودن. و سعی کنید ببرید ذهنتون رو به سمتی که وابسته‌اش بودید. خیلی نکات ظریفی و کلوف کردی، ولی سوال من اصلا این نبود. چرا؟ سوال این بود که پسرها راحت‌تر خیانت اونو که اول جواب دادم که وسط 2 تا سوال جواب دادم. جفتشون انسانن، جفتشون امکان داره این اتفاق بیفته براشون. راحت‌تر میبخشن. هیچ کدوم. کسی که ببخشه احمقه. دم کسی که خیانتو ببخشه از احمق‌تر. یعنی نظر داشت خیانت آخه اصلا خیانت میکنه. قطعاً کسی که 1 بار دلش رفته قطعاً بازم دلش میره. شاید دلش نرفته باشه. داره چرت میگه این آجی. منو دوست من دارم درست میگم دیگه. منم همینو دارم میگم. خب یه سوال دیگه. چی؟ یادم رفت. ننوشته بودی؟ نه این خودم خواستم ازت بپرسم. خب بذار من ازت بپرسم. دوست داری خیانت کنی یا باید خیانت کنم؟ هیچ کدوم. باید انتخاب کنم. آره دیدم 2 گزینه وقتی بهت میگم گزینه سوم نداره دیگه. چی میگه هیچ کدوم؟ اگه قرار دیوونه شده بذار. اگه بین این 2 تا جفتش خیلی اتفاقی بعد. کدوم به من نگو کدوم جفته. یه کدوم میکنی یا بکنه؟ من میکنم. منم ترجمه اینه که آره نبینم، یعنی آره چی چرا یعنی اصلا ترجمه اینه که بکنم. آره ولی واقعا واقعا خیانت نکنید حاجی، خیلی کار زشتیه. یعنی با یه نفرم تو رابطه اید، من با تو کاری ندارم، با یه نفرم تو رابطه اید و میبینید نمیتونید ادامه بدید اون رابطه رو به هر دلیلی، مشکلات اعم است، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، مشکلات میدونم شاید واسه خیلی اینجوری باشه که الان میگم وای اینو چرا گفت، ولی مشکلات جنسی، خیلی از اتفاقات
در میون بذارید و اگه نمیشد حلش کنید رابطه رو تموم کنید، نه اینکه حالا با اینی بذار برم با اون ببینم با اون باشم اوکیه بعد اینو ول کنم. مارپلس مگه آخه عزیز ول کن برو سراغ بعدی، خیانت نکن. چشم. نه همه هم میفهمن ها، یعنی هیچ وقت هیچ خیانت اینجوری نیست که بگی وای نفهمیدن، یعنی بالاخره یه روزی متوجه میشن که داری خیانت میکنی. از کجا میدونی؟ از اونجایی که زندگی کردم بین مردم. من میدونی من دارم بهت خیانت میکنم؟ واقعا؟ نه شوخی کردم. بابا ترسیدم که حساب نشودی. چرا یادم نمیاد این چیزی که میخواستم بگم. اصلا چیز مهمی نیست. خیلی چیز مهمه. جدا از عشق دختر و پسر، جدی دارم اینو میگم، رفاقت بعضی موقع درصد عشق و عاشقیش از دخترها با پسرها هم بیشتر میشه و اینکه به نظر من عاشقانه رفیقاتون رو دوست داشته باشید، یعنی اینکه نه اینکه حالا چی بود فسادش یه چیزی عاشقانه رفیقاتون رو دوست داشته باشید، حواستون دلی بهشون باشه، چون وقتی که یکی باهاتون دوست میشه، مثلا من و تو الان با هم رفیقیم، خیلی رفیقیم، شاید من خیلی از حرفایی که به تو میزنم و اگه با یه دختری تو رابطه باشم نتونم بهش بزنم، شاید به مادر پدرم نتونم بزنم، ولی رفاقت یه چیزیه که اصلا اگه عاشق رفیقت باشی، من دلم واسه آرش همینجا زنگ شده که رفیقم بعد تو هم اینجا این مدلی سید از اون طرف داشتم. آره اینجوریه که به نظر من عاشق رفیقاتون باشید بیشتر تا عاشق پارتنر. آره تا عاشق پارتنر بیشتر بهتون خوش میگذره. خیلی هم صحبت کردیم بچه‌ها خسته شدم، ولی یه سوال دیگه هم اومد تو ذهنم، یه کوچولو مربوطه به این داستان عشق و رفاقت و اینا. یه تایمی خیلی بولد شده بود تو اینستای، مثلا پست میذاشتن وای دختر و پسر نمیتونن با هم رفیق باشن، هرچی مثلا دوستیه بین دختر و پسر صمیمی نمیتونه باشه، اگه باشه نمیدونم یا دختره مثلا فاز داره رو پسره یا پسر. آدمی که اینو پست کرده مریضه، خیلی زیاده پست، مثلا پشمام همشون مریض، همه دارن زیر کامنت ها تایید میکنن، همه اونایی که کامنت ها تایید میکنن مریض، خیلی جمعیت زیادی. مثلا این پست 10 میلیون ویو گرفته، 400,000 تا لایک گرفته، 200,000 تا کامنت گرفته، همشون مریض. چرا واقعا باید همچین فکری بکنم؟ من خودم مثلا به شخصه خیلی از دوستام، از من اصلا جامعه دوستام خیلی هاشون دخترم، بیشتر اینکه پسر باشن دخترم، و اینکه واقعا دوستیم با هم، یعنی اینکه من نه فازی دارم روشون نه قراره فازی داشته باشم و اونا هم میدونم که همینه داستان. دقیقاً. بعد اصلا این پستا رو میبینم اعصابم خورد میشه، فکر اصلا حاجی ولش کن، چون باید همچین طرز فکری داشته باشم، اونم این همه بخش زیادی از جامعه. اصلا ناراحت میشم راجع بهش حرف میزنیم، آخه رفیق طرف یعنی چی رفیق؟ خودمون داریم مینالیم از اتفاقایی که حالا هر کسی سرمون آورده، هر چیزی از بچگی دختر و پسر رو جدا میکردن، بعد خودمونم داریم با رفتارمون یه طوری اون افکاری که تو مغزمون تزریق شده رو تقویت میکنیم به جای اینکه مقابله کنیم با پستامون با کامنتامون. چرا باید اصلا هم یکم فکر کنیم راجع به یه سری چیزا؟ من خواهش میکنم آجی کسایی که دارید میبینید این ویدیو رو، اگه رو کسی فازی دارید، علاقه دارید، نرو به یارو بگو رفیقمی مثلا اینجوریه اونجوریه، و اینکه نذاره کسی دیگه هم داره این کارو میکنه ادامه بده، چون همینه دیگه. واقعا منم همینجوریم تو خودت هم دیدی آجی، خیلی از دوستامون دخترن و دوستیم با هم، و بعضی موقع رفاقت خیلی هم رفاقت قشنگیه، چون که اون داره یه دیدگاه دیگه نگاه میکنه، تو اگه دیدگاه دیگه داری نگاه میکنی. اش قشنگ سیستم همینا، یعنی همین که گفتی مثلا یارو طرف فاز داره، مثلا چون الان آره نم فلان داداش همین آبجی میفلان، خب بعد همونا گم میزنن تو طرز تفکری، یعنی خودمون داریم خودمون رو خراب. با یه کلمه‌ای که مثلا بخوای بنویسی داداشمی، اگه بنویسی عزیزم، نه جامعه دوستی بین دختر پسر رو خراب میکنی، نه اینکه فاز اون دختره رو عوض میکنی، اصلا عزیزان رو فقط خراب میکنی. چی گفتم والا؟ عزیزم بگی. آره دیگه عزیزم بگه به طرف بنده خدا عزیز محمدی. عزیز محمد
آره همه اونو دارن صدا میکنن. عزیز 2 میلیون تا آدم. آره حاجی، ای بابا ولی اینکه نکنیم خیانت. چشم. آفرین. من هنوز یادم نمیاد سوالی که قرار بود اشکال نه، بپرسم. بعد ازم میپرس. بعد ازت میپرسم. شورتش میکنیم، شورتش میکنیم، میپوشیم، بچه‌ها صفا کنن. جون بابا. بچه‌ها دمتون گرم که تا چیزی میخوای بگی؟ نه یادم نمیاد، کلا هیچی یادم نمیاد. خواستم بگم ولی دوباره یه دونه ساعت مناسبی نیست. آره دوباره یه دونه پادکست دیگه راجع به این قضیه میگه. نه فوراً رابطه. ولی حتما. نه فوراً نه، ولی نه فوراً نه حتما. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودید. بازم دمت گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدی. عشق مایی، لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله، همه این اتفاقا. اینستاگرام ادیتور بنده خدا داره ستون گنگ. بچه این اتفاقاتی که ما داریم میگیم لایک، کامنت، سابسکرایب و کامنت و اینا شاید کلن برای شما 15 ثانیه طول بکشه، ولی ما رو میتونه چندین قدم ببره جلوتر تو این مسیری که داریم. بعد بچه‌ها یه چیز هم بگم، مسیب نمیدونه چی؟ ساب کنین. به 500 تا ساب که برسیم قرعه کشی داریم و 10 میلیون تومان به یکی از سابسکرایبرها میخوایم. آره باله پایا. آره بچه ها توی اینستاگراممون هم جایزه اینا میذاریم، صحبت میکنیم کلی، میگیم میخندیم، لایو و فلان اینا داشته باشینمون. بچه من توی اینستا دارم از فردا اسپاتیفای جایزه میدم. هر چند وقت بار و حالا اشتراکای دیگه، هر جایزه‌ای که خودتون دوست داشته باشین. عالیه. اینستا هم حمایت کنین، ویدیوی باحال داریم. منم کش میدم. خودشون هرچی دوست داشتم بخرم. تو تولد هم میرفتیم مثلا میگفتم پول بدیم هرچی دوست دارم بخرم. من پول میدم هرچی دوست دارم بچه‌ها بخرم. ما خودتون باشید یه عالمه. دوستتون دارید. بشین نایت گایزی بمونید و بریم. خدافظ. بوس به همتون بچه‌ها.